مقایسه رژگونه مایع شیگلم و رژگونه مایع توز که هر دوتاشون محصول چین هستن و من به روش خودم ازشون استفاده میکنم. اول به شیگلم شروع میکنم که همونطور که میبینید کامل محصول ریخته و به نظرم نصفش حروم شد. شیگلم رو مستقیم روی پوستم میزنم و بلندر کامل بلندش میکنم. این رنگ محبوب لاو کیکشه که همونطور که میبینید پیگمنت خوبی داره، راحت بلند شد. حالا میریم برای رژگونه برند توز که من توی آنلاین شاپ هم موجود دارمش و یه جورایی ورژن اقتصادی لاو کیک شیگلمه. پکیجینگش همونطور که میبینید اصلا نمیریزه. من از این رژگونه استفاده کردم کلی و خب به اندازه یک عمر مواد توش هست، یعنی موادش نسبت به شیگلم خیلی خیلی بیشتره. یکم ازش میزنم پشت دستم، با بلندر برمیدارم، اضافهشو میگیرم و اینطوری استفاده میکنم. همونطور که میبینید خیلی بیشتر از شیگلم پیگمنت داره و کیفیتش واقعا خیلی خوبه. حتی من کیفیتش رو بیشتر از شیگلم دوست دارم. میبینید یه رنگ صورتی خیلی قشنگ داد و رنگاشون هم کاملا مشابه همدیگه است. این قسمت رژگونه توز، قسمت رژگونه شیگلم. انتخابو میذارم به عهده خودتون. رژگونه شیگلم که حجم خیلی کمی داره و پکیجینگش افتضاحه و کیفیت معمولی داره و رژگونه برند توز که کیفیتش خیلی خوبه، پیگمنت بالایی داره و قیمتش 1/4 رژگونه شیگلمه. قیمت رژگونه توز رو توی کپشن نوشتم، اگر میخوای داشته باشیش فقط کافیه بهم دایرکت بدی، من سریع برات میفرستمش.